کار بگیرید سروران گرامی. شما نمیبینید که چقدر بر این مسیحیت حرف میزنن، ولی نگاه کنید چقدر نرم کار میکنند. یهودیت را چقدر میکوبند. ما 25 سال 26 سال در جمهوری اسلامی هستیم. هر صبحگاه زمان من بچه بودم ما میگفتیم مرد بر آمریکا، مرد بر آمریکا. ولی دیدی آمریکا یه روز بگه بوش بگه به من میگم مرد بر آمریکا؟ شما هم بسیار سنگین باشید. اگر چیزی میبینید صبر کنید، پیش خدا دعا کنید، همانطور که خدا جان ابراهیم را در مقابل نمرود ظالم متکبر پیروز کرد، خدا یک روز من و شما را در مقابل همه ظالمان پیروز خواهد کرد. من یک جمله این میگم فقط درباره اجازه هست شیخ، درباره سیدنا عمر میگم و کافی است. من دیشب در کردستان بودم، یک زنی بلند شد و گفت بچه من در دانشگاه تهران وقتی که به سیدنا عمر توهین کرده این درس را گذاشته و از دانشگاه بیرون شده. گفتم اشتباه کرده. درست احساسات دینی شما داری، درست شما به خلیفه رسول الله محبت داری، چرا درس را ول کردی؟ برو درس را بخوان، برو درس را بخوان و این نعمت درس را بگیر. اون استادی که اونجا نشسته، من اون استاد هر کس هست در دانشگاه، گوش کنه این حرف من را، یا میشنوه یا نمیشنوه، ولی انشالله میدان محشر میشنوه انشالله. من مقام عمر جان را در یک کلمه به شما میگم و بس، نمیخوام دیگه چیز بگم، فقط به همه میگم سروران گرامی ناراحت نباشید. عمر جان خدایی دارد، عمر جان و ابو بکرها خدایی دارند، علی جانها خدایی دارند، حسین جانها خدایی دارند. کسی که به این مقام انسانهای والا مقام اگر توهین بکند انشالله خدا او را رسوا میکند. من در یک جمله عمر جانی که مظلوم را میگویم برای شما. عمر مظلوم اینجا شده، ولی اگر می آمد بلد بود چه درسی بدهد. انکار عمر انکار قرآنه، انکار عمر انکار قرآنه و انکار قرآن انکار رب العالمینه و انکار رب العالمین کافر مطلق هست و از اسلام هم خارج از سروران گرامی. این حرفم نشأت گرفته از احساسات نیست، این حرفم نشأت گرفته از کلام الهی است. اگر این حرفم با کلام الهی تطبیق نداشت، من حاضرم که زبانم را از بیخ بکنم. من عمر را در همین یک تفسیر کردم بس. اگر کسی عقل سلیمی داشته کافی است برایش. کسی را که خدا جان معرفی کرده و تایید کرده، کسی را که خدا جان میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، چرا من شما ناراحتیم؟ چرا؟ عمری را که خدا جان در دنیا عزت داد، در آخرت عزت داد و در کنار مرقد مطهر پاک آن حضرت او را قرار داد، در دنیا و آخرت همین است، چرا من شما ناراحتیم؟ فکر نکنید عمر جز این نبوده. عمر کسی است که به خدا قسم چی بگویم، 7 طبق آسمان بر عمر گواهی میدهد، 7 طبق زمین بر عمر جان گواهی میدهد. همه کوها برید از کوههای مدینه بپرسید، برید از همین ایران بپرسید. اگر عمر جان نمی آمد خدا بدون من شد چه بلا می شدی. بری شوک بکشید ایرانی ها، من به همه شما میگم، چه شیعه چه سنی، بری شوک بکشید. امروز تو درس غیرت و حیا داری، از عمر داری. اگر عمر نمی آمد من و شما امروز خواهر و مادر نمی شناختیم. آیا این حرفها قابل انکار هست؟ اگر انکار هست به 2 حالت هست، یا مرض است یا غرض، و این هر دو از اسلام رد هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.